سلام بچه‌ها، من امیرحسین قاسمی هستم و اینجا چنده چاکلت کرفته و من خواهم من به خدای 13 هستم و تو آپارات فعالیت میکردن. من آپارات فعالیت میکردم و دیدم اونقدر سودی نداره، خوب نیست. من یوتیوب امروز اول ویدیومه و من کلی ایده دارم. خواهم ایونت فرضو بزنم، حالا ایزا مرد بشه، خواهم تو ایونت های یوتیوبر رو شرکت کنم و آره خیلی و من تو ایشالله که حمایت بشه و ایشالله که نه حمایت. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و زنگوله طرف سابسکرایب من بذارید که روی آل بذارید که از ویدیو با خبر شوید. اینجا ها قاطیه همه چیز، یعنی مثلا الان مثلا ماینکرافت فردا جی تی ای بعدش گارسان بنبنه والا اینجوریه. من میخوام که حمایتش کلی ایده بمب خفن مثلا ماموریاتون دارم، امیدوارم که حمایت بشه و من یه بازی خوب بزنم که اصلا تو خارج تو یوتیوب خارجی فقط دیدید که 100 روزش اصلا تو یوتیوب بعضیشو خارجی هم نداری. اولیشو بخوام بهتون بگم 100 روز در بازی سوپرمارکت سیمولیتور که میشناسید اینو هیچ کس به قطعیت هم هیچ کس نذاشته اینو بازی ها خواد گمونشو گذاشتن یوتیوب فارس، ولی هیچ تو خارج و یوتیوب فارس 100 روزشو نذاشته و من میخوام که حمایت بشه ها و اینجا بتونه شو. اینجا ها اولش بازیم رد لایت گرین لایت که خودم ساختم، جارشو خودم ساختم همه چیشو. اینجا این 800 میلیون هزار چیه تومن که نه دلاره برای مثال اینجوریه. اینجا خب تا آخر همینجا اینجا که بهتون نشون دادم دیگه. اینجا خب اون راه رو متاسفانه نتونستم رد لایت گرین لایت حالا به چه صورته برای بچه ندیدن. الان خارج الان میتونم راه بدم ها این چرا قرمزه ها یعنی وایسا و اینا کش میمیدی. خب اینجا چطوری کاری کنه؟ اینجا که خودم ساختم. خب اینجا خب این ویلیجر بدبخت خب میچرخه آخه نگاه کن روی این بلاک اومد. خب روی این بلاک میادش نمیده تالیز کن اینا رجستان میره روی ریپیتر اسمش چیه؟ رجستان ریپیتر اینو به وصل کنیم و ریپیتر اینو بدهیم بعد این میاد اینجا بدهیم به این پیستون عیده کاری میکنه اون چراغا رو میده جلو و اینجوری هست. حالا بازی بعدیم بازی ببینم یه چند بازی بعدیم چیزه اسمشو تیله بازیه که اونقدر خوب نیست ها هیچون نگاه بسیارم سخت من دوست دارم. حالا بهتونشون اینجا آخه وای بالا اینجا ها اینجا پول شیشه ایه اینجا TNT بیاد اینجا مثلا TNT بد نیست ها مثلا از اینجا بودش خود دیدیم چیزه اینجا میدونید اتاق فرانسوی اینجا برگزاری کنن. اینجا خدا یادم نباید نشون بدن. اینجا خوچه است که میبینید پول میده پولی که میاد اینجا خودم ساختم و بازی بعدیش قایم موشک یا قایم باشک من نفهمیدم هنوز قایم باشک یا موشک. اینجا ها کسایی که ندیدم من سریال اینم دوزیان خدا درجوقی کردم
اینجا خب دیسپنسر گور رد خب یعنی آدمایی که باید بکشم مثلا اگه من رد باشم خب باید بچه قرمزشم باید شمشیر بردارم اگر آبی باشم باید فرار کنم یه دکمه و فقط بردارم دکمه میدن خب همسا که اصلا ای باتن داره اصلا من ورسان چیز اصلا پلیر میریم اینجا ها اینجا خالیه میریم اینجا پیدا حالا چطوری باید فرار کنه اینجا یه این راه خروجه همین سال علیکم میریم بعد راه خروج نیست بدبخت شده میریم بعد اینجا میگردی اینجا همینجور میگردی اینجا پیدا کردی خب شب شد اینجا یک دو اینجا خب میری اینجا اگه زنده بود جا میکشیش اگر اینجا دیدی افتادی دیگه میمیری خب بیایم من اون مانگل از اینجا که چیزش کردید خود برین دوره برمیگردید پایین توکن زدید هر جا نیست پایین همون رایی که ازش اومدید انتخاب میبینید خب اون رایی که اومدید و از اون میبینید پیدا کردم هورا خب بعدش میری اینجا ترکیب کنی اینجا رو سکنی اینجا رد میکنی اینجا رو خب و میری اینجا هم که تو یه سپرایز یه بازی جدید خب مثلا یاد از اون تنبله و حوصله‌شو ندارم و یه روز حالا حوصله‌ام سرم میسازمش زیاد تبرشون نکن تو کامنت ها نگید که حالا اومد از اولین ویدیو بعد نگید که واو همیشه چرا اون نمیسازیم میسازم آقا میسازم بالا میسازم اینجا که رفتیم برنده شدیم برمیگردیم یه پول اون اضافه شد بعدش اینجا چه بیانشه اینجا خواه اینجا که بهتون نشید دادم دیگه اینجا قرار لایک ویدیوتون گفتم اینجا منتظر بودم لایت اینجا کنم این تیله بازیه که نمیدونم چطوری فهمیده اینجا نمیدونم هر کس بندازه یه چیزی میشه خودتون میتونید بسازید قان دست من نیست اصلا قان دست من حوصله نداره اینجا شا و شیرینی دالگونه اینجا خب اصلا دالگونه خب اصلا دوستی شروع کنید مثلث انتخاب شد حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 اینجا 8 بزنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 این پس اینجوری میزنیم حالا اینجا چیکار کنم اینجا شو میذاریم اینش هم میذاریم این دوباره اینجوری میزنیم اینجوری میذاریم اینجوری حالا اساسا ساختید حالا من نمیتونم انظر بخفی چی اینجا فکر ساختیم بعد اینجا میریم مرحله این چه سر نمیدید دیکورگه خود من نمیشون ماینکرافت الان خیلی بازی هم که بهتون نشون بدم که آخریشه دیگه همین بود اینجا رو جوش نشون بدم اینجا اتاق فرانسمنه ها
نه شمشم نه هیچ چاق گذاشتیم. الان آره خودتون میدونید اینجا که مثلا اینجا چیز میکنیمش، اینجا هم چیز رو به تصویر مردون زن نبتون. اینجا مردون است، دیدین اینجا مردون است تصویر. اینجا میریم تصویر میکنیم بعد میایم اینجا مردون است، اونجا زنونه هم بهتون نشون بدم دیبریم. اینجا میریم هنگار کنیم و تمام. باشه امیده از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگولم رو آل بزنید و تا ویدیو بعدی یا پنجشنبه بعدی هر چی